از بیکاری شروع کردم به جمع زدن بدبختیامون. یادش بخیر اون قدیما که 4 استراتژی رو انداختیم غم بود ولی کم بود. الان روزای زندگی مقام عظما شده عین پیاز که هر برگیشو که ورق میزنی اشکتو در میاره. چاره چیه؟ بازم باید بریم سراغ آقای دکتر بزنبهادر که در پهنه استراتژی درد دل همه رو گوش میدن، اما معلوم نیست که خودشون کجا درد دل میکنن. شرمنده اخلاقته. به سلامتی کلاخسیا که یه رنگی رو به زیبایی ترجیح داد. من که نفهمیدم منظورت به من بود یا نه، ولی به سلامتی اونایی که بیکسن ولی ناکس نیستن. امیدوارم که ناکس نباشی. آقای دکتر قبل از اینکه بحث به جاهای باریک برسه بریم سر سوالات. بوده بریم. در مورد کنفرانس انتفاضه که مقام عظما برگزار کردن، آفرین که اومدی سر تقاطع وضعیت منطقه و وضعیت نظام. من همینجا یه پیام بدم به زبان عربی برای همه استراتژیستای کشورهای عربی و خاورمیانه. قال مرحوم عووی دائما اضرب بهادر قلت نعم قال. ولشون کنین بس. نه بذار تا تش برم تا بفهمن که با کی طرفم. نگرانتونم والا نگرانتونم به خدا. اون دفعه مقام عظما پیام عربی دادن دیدین چه بر سر ریششون اومد. این دفعه تو کنفرانسی که خودمون رو انداخته بودیم طرف بلند شد مشعل و زیر ریش مقام عظما روشن کرد و همچی با کف گرگی گذاشت تو پوز مقام عظما که شکم مبارکشون رو زمین خط ترمز انداخت. قربونت برم. دلم کباب شد برای مقام عظما با این صحنه‌ای که تعریف کردی، ولی خودت هم نفهمیدی که چه بلایی بر سر ایشون اومد. مثال میزنم برات. توی بوکس اگه حریف بزنه گارد تو باز بکنه با یه آپرکات بذاره زیر چونت ممکنه که فکت بشکنه ولی دلت نمیشکنه. حتی اگه داور بگیره بزنتت یا یه تماشاچی بپره تو رینگ یه مشتی لغتی خلاصه دقیقی سرت خالی بکنه اینقدر نمیسوزی. جای دردش بالاخره خوب میشه. ولی تو استراحت وسط 2 تا روند تو گوشه خودی نشستی با خیال راحت، حفاظ دندون بیرون، دستا باز رو تنابای طرفین، تنو سپردی به باد ملایم حوله اونی که داره برات باد میزنه. اون وقت نفر حوله چی یه هوک سنگین میکاره صاف اینجاست. فکرم هم دیگه نمیتونی بگی. ولی تو تازه چه میفهمی که سوزش استراتژیکی یعنی چی؟ آیا دکتر سری بحث رو عوض کنم. با تهاجم یه نامه میخونم با اسم مستعار رقاص وزیر نفت جدید. رقاص یعنی رستم قاسمی، میشناسمش، شاگرد خودم بود این رستم قاسمی. این یارو تو کارگاه طبیعت که داشته عمل میومده اون آخرای کار بوده که دستگاه به پت پت افتاده بوده، اینو داده بیرون اینجوری. بله ایشون گفته طرح مشترکی دارن با حس حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی که کشتی بفرستیم به سواحل آمریکا توی اقیانوس اطلس. مهم این نیست که اونجا چی اینه میشه. که راست میگه. همین که کشتیمون تا اونجا برسه باید کلامونو بندازیم آسمون هفتو. خودش خیلیه، صدای بوقش میرسه. مرحوم عووی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که یارو شوته به دوستش گفت فردا میام در خونتون دنبالت، معطل نکنی ها، یه بوق زدن بیا پایین. طرف گفت به به مبارک باشه ماشین خریدی؟ شوته گفت نه بوق خریدم. روشن شد یا همچی بذارم که صدای بوق بدیم. بله آقای دکتر روشن شد. در پایان بپردازیم به بحث اختلاس و اینکه بعد از اون 3000 میلیارد تومان 30-40 مورد دیگه هم رو شده. ساکت باش دیگه این بحثو باز نکن. آقای دکتر خود مقام عظما بعد از 1 ماه و نیم صداشون در نمیاد اومدن حرف زدن و خودشون رو وارد اختلاس کردن. من بهت میگم ساکت باش بگو چشم دیگه. تو اصلا فکر کنم مجری برنامه استراتژیکی نباشی. آقای دکتر من که میدونم دهنت از شیر سوخته به دوغ فوت میکنی. اصلا از کجا معلوم دکتر باشی؟ چون توکلی که رئیس پژوهش‌های مجلس بود دکتراش پشت در اومد. این شیر سر جهت مجری ما رو نگاه کن. بخت ما عین دنب خره که نه کوتاه میشه نه بلند میشه. من باید تو رو بگردم ببینم